یکی از خوشنام‌ترین هنرمندان معاصر تاجیک، آوازخوان و آهنگساز شناخته سیدقل بلالوف روز 5 اکتبر سال 2023 به سن مبارکی 70 رسید. سیدقل بلالوف که ماه مارس سال 2020 برابر با هنرمند دیگری شناخته تاجیک دولتمند خولوف به نفقه فرستاده شد. گفته است به مناسبت جشن 70 سالگیش برگزاری یگان برنامه یا کنسرت ویژه را در نقشه ندارد، چون که بعد بازنشسته شدن دیگر امکان دسترسی به انسامبل ها را ندارد. وزارت فرهنگ، کمیته رادیو و تلویزیون که سیدقل بلالوف قریب 40 سال در همین اداره کار کرد و دیگر نهادهای فرهنگی تاجیکستان نیز درباره برگزاری چاره‌بینی‌های خاص به مناسبت 70 سالگی این ارباب برجسته موسیقی معاصر ملی خبر ندادند. ارباب هنر تاجیکستان، هنرپیشه خلقی تاجیکستان و برنده جایزه رودکی سیدقل بلالوف 5 اکتبر سال 1953 در نوحه دنقره تولد شده است. سیدقل بلالوف آوازخوانی را در سن 12 آغاز کرد و امروز از موفق ترین آهنگسازان و خوانندگان معاصر تاجیک اعتراف کرده می شود. سیدقل بلالوف از سال 1982 تا 2020 در کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به حیث سراینده، رهبر بدیعی انسامبل دریا و رهبر اداره جلب دسته‌های هنری کار کرده. سال 2005 وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان و معاون رئیس کمیته علم، معارف و فرهنگ و کار با جوانان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان بود. سیدقل بلالوف به حساب خودش مؤلف بیش از 450 سرود و ترانه، بدیعه، سویته سازی و آوازی است که در خزینه رادیو محفوظند. او بیشتر با اجرای ترانه هایی که بر پایه اشعار بازار صابر ایجاد کرده است نام برآورده است.